آیا می‌دانستید که روزانه به طور متوسط 12 نوزاد به پدر و مادر اشتباهی تحویل داده می‌شوند؟ آیا می‌دانستید که اغلب پروژه خانم‌ها از پولک ماهی درست شده است؟ آیا می‌دانستید در هر 2 هفته یک زبان در جهان منقرض می‌گردد؟ آیا می‌دانستید لئوناردو داوینچی مخترع قیچی است؟ آیا می‌دانستید ون گوگ در طول حیات خود تنها یکی از نقاشی‌های خود را به فروش رساند؟ آیا می‌دانستید بعد از مرگ انسان قلب انسان 4 ساعت و شش‌هاشی ساعت، کبد 12 ساعت، لوز المعده 17 ساعت و کلیه‌ها 24 ساعت بدون اکسیژن زنده هستند؟ آیا می‌دانستید که آچار فرانسه را فرانسوی‌ها درست نکردند، بلکه این سوئدی‌ها بودند که این آچار را اختراع کردند؟ آیا می‌دانستید چین بیشتر از هر کشوری همسایه دارد و چین با 13 کشور هم‌مرز است؟ با کانال 1 دقیقه دانستنی همراه باشید.